دوستان ما از یکم کس برای هر یک تایشون $100 آماده کردگن. در سیرکای در کامنتاری بده میدروین هنگامی رجیستراسیون پروموکودی یابانی را استفاده میکنین و شما پر میکنین صاحب $100 میشین. شانسی خودتون ای دست نتین. سیرکا در کامنت. یه سلام یا پیغام به هوادارانی خنده. این است با شما شیر محمد یابان. یک قصه نوبتی براتون میگم. نه که اپا خواهرها التماس این قصه ها رو گوش نکنن. قصه های آخری سال های سریوز نه. یک صیدلی به عقله که زن میتین. خیلی زن میتین توی تماشا میگذره. یک روز 2 روز صیدلی پدر نداره. مایده پیش او چشمیه. آشه جان یک پرسم خاکی پادشم یک پرسم. پرس بچه جان خیلی تو مرا زن داد یکو. ما چی کار میکنم وقتی و وقتی ما چی کار کنم وقتی باید چی کار کنم. خیلی مادر آخی نمیتونه گفته از در یک فکر کده یو گفته بچه جان گوش کن. ترا طبیعت همون بین پات یک گوشته که درازک داد دیگه اکلنده باشه بین پاشده یک سوراخک داد دیگه همین درازک در همون سوراخک میسخی و خودش طبیعت میفهمونه تو باید درشی چیکار کردن در کار صغیره دیگه دوال نیمه خیزه میایه میدروی خانه خیلی سهر روز میشه کیلون علم خمه دو پیش خشتامن میایه ای عمو جانه در خاکی پاد بمرم ای صغیری تو دیوانه چیه؟ واه چه گفت شد کلن جان چه گفت شد؟ گفته این همی بعد ای پیش تو رفتن این همی بنیشو کنم دو سخیده میگی ای طبیعت یادم کسی نفسم گرفته سای سربلند باشه برادرها خواهشمندایی که میخوان قصه های تر تازه شیر محمد بیشتر بینن سلکی پایانده درآین اگر خواهشمند باشن نباشن یک برگه که سبز از نام ما بهر شما. سلام علیکم از تمام برادرانی که با پرورش گاو و مال بیزنس دارن احترامانه خواهش چند درزه علف در کارای مرحمت به پول آدرس ما لوی مکات مانا چند درزه گیر من مردی کارای شهر محمد یابان پول در پول در خدمت شما ماشینم به پول همین شافیارای مکات یا درزی بوده تا خانه تو میبرن سربلند